اگر ما به شما یک دانه خرما بدم، حاضر هستین که این خرما را 70 دانه کرده دوباره به من مسترد کنین؟ شاید شما بگین که نه، چرا، اصلا امکان نداره. بله امکان داره. ماه مبارک رمضان ماهی است که هر عمل خیر را که شما انجام میتین 70 برابر شده در پرونده نامه اعمال خیرتان نوشته میشه. والله یضاعف لمن یشاء. الله متعال اگه بخواد 70,000 بار یا 70 میلیون مرتبه اجر پاداش از او را به شما هم برکاتش و هم اجر پاداش نوشته میکنه. دوستان عزیز، پس بهترین ماه مبارک رمضان است. این فرصت اطلاعی را از دست ندین. در این ماه خانواده‌های نیازمند و مستحق بیشمار در افغانستان مثلا در چنین شرایط وجود داره. شما حتی با دادن یک خرما، یک گیلاس آب، در واقع 70 یا بیشتر از او اجر پاداش دریافت خواهید نمود. پس دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان یک چانس اطلاعی از بابت از اینکه شما هموطنانتان دستگیری کنید. بنیاد خیری قمر یک پل ارتباطی میان شما و این خانواده های نیازمند است، نه تنها در کابل بلکه در سایر ولایات افغانستان این پروسه جریان خواهد داشت. شما میتونید به هر اندازه‌ای که توانایی دارین در این پروسه خیر سهم بگیرید. ما مواد ارتزاقی اولیه را که شامل روغن است، برنج است، آرد است، لوبیا است و همچنان مواد دیگه است به این خانواده ها تسلیم میکنیم تا اینا یک رمضان بسیار خوبی داشته باشند. بیاین که الله متعال بابت اون یک دانه برنج هزارها اجر پاداش به شما نوشته کنه، یا دادن یک خرما که مثال زدم و شما اجر پاداش و برکات زیادی هم در دنیا و هم در آخرت نصیب کنه. روی صفحات لینک ها مشاهده میکنین، شماره تماس در خدمتتان است. شما میتونید از طریق این لینک ها هم آنلاین و هم آفلاین هموطنان عزیزتان دستگیری کنین. و السلام علیکم و رحمت الله.